زمین سرای گناه است، زمین جای معصیت و نافرمانی است، زمین آلودگی است. لذا این 4 آیت به عرش خدا آویزان کردن، گفتن خدایا ما نمیخواهیم به زمین بریم. هر روز بعد از نماز همین آیت را بخوان، خدا مشکل تو را، دین تو را، قرض تو را حل میکنه. هر مسلمان به هر مشکل و بحران گرفتار بشه و این آیات و اوراد را بخوانه، الله مشکل او را حل میکنه. مسلمان خشب و مسنده مجسمه پوک پوچی بی معنای بی محتوا، نماز فرض را که حالا اول که نمیخواند و بعد هم که میخواند که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره، مثل الاغ هی میرمد و از مسجد فرار میکند، و از خودش باید بناند. از 70 مشکل و حاجتی که خدا میگوید به خواندن این 4 آیت حل میشود، ادناها الفقر المغفره، کوچکترینش آمرزش گناه. هرچه گناهی که قبل از این نماز انجام دادی به برکت این اوراد و ادعیه گناه ها بخشوده میشه. رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه فرمودن: لما أراد الله تعالى أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهم مالك الملك، 4 آیت در قرآن کریم وجود داره، بسیار از آیات دارای فضیلت و فلسفه و حکمت بس بالا. رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه فرمودن: لما أراد الله تعالى أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهم مالك الملك، 4 آیت در قرآن کریم وجود داره، بسیار از آیات دارای فضیلت و فلسفه و حکمت بس بالا. رسول الله فرمودن الله تصمیم گرفت که این 4 آیت را نازل کنه. یکی فاتحة الکتاب الحمدلله رب العالمین، دوم آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم، سوم شهد الله انه لا اله الا هو الملائکة و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم، 4م همین قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء الآیت و آخر آیت. میگن این 4 آیت رسول الله فرمودن تعلقن بالعرشی، اینا خدا به عرش خدا آویختن و آویزان کردن. گفتن خدایا تعلقن بالعرشی، اینا خدا به عرش خدا و تخت پادشاهی، عرش معلا خدا درآویختن، آویزان کردن. و قلنا یا ربی تهبط بنا دار الذنوب و الى من یعصیک، خدایا ما نمی رویم در زمین، ما را به جایی می فرسته که او سرای گناه، زمین سرای گناه است، زمین جای معصیت و نافرمانی است، زمین آلودگی است. فقال الله تعالی وعزتي وجلالي لا يقرأكن عقب كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان منه. الله أكبر. الله چی گفت؟ هر انسانی که شما 4 آیت را بخواند، الله میگوید من او انسان را به این زمین نمیگذارم، من او انسان را بالا میآورم به حظیرة القدس، پاک و پاکیزش میسازم، از آلودگی و کدورت و تیرگی و چتلی های گناه او را پاک میکنم. لذا شما به جای پاک میروید، یعنی شما خودتان پادزهری هستید، شما خودتان میکروب زدایی میکنید، شما خودتان خاصیت بالاخره محک را دارید، شما زنگارهای گناه اونها را پاک میکنید، اونها ناپاک نمیمانند. یعنی هر کسی که این 4 آیت را بعد از نماز فرض بخواند، علی ما کان منه، با وجودی که همه گناه دارد، کوله‌باری از گناه را به دوش میکشد،
لیکن وقت شما را تلاوت کردن اونها پاک میشن. نگران نباشید، تشویش نکنید. الله به این آیات گفت. ادامش را ببین. و الا نظرت الیه بعینی المکنونة فی کل یوم 70 نظرة. نه تنها این که پاکش میکنم، الله میگوید کسی که این 4 آیت را بخواند بعد از نماز، نه تنها این که پاک و پاکیزش میسازم، در یک روز 70 بار من به طرفی بنده نگاه میکنم. الله میفرماید در یک روز 70 بار من به چشم بلاکیف خودم توجه میکنم، نگاه میکنم، نظر رحمت میکنم به طرفی بنده. قضیت له فی کل یوم 70 حاجة. نه تنهایی که 70 بار به طرفش میبینم، در یک روز 70 مشکل و حاجتش را روا میکنم، 70 حاجت و مشکلش را حل میکنم. از 70 مشکل و حاجتی که خدا میگوید به خواندن این 4 آیت حل میشود، ادناها الفقر المغفره، کوچکترینش آمرزش گناه. هرچه گناهی که قبل از این نماز انجام دادی به برکت این اوراد و ادعیه گناه ها بخشوده میشه. بعد ادامه میدهند که و اعذته من کل عدو و نصرته. از شر هر دشمن خدا میگوید من این انسان را بالاخره پناه میدهم. ولا یمنعه من دخول الجنه الا ان یموت. مانع وارد شدن به جنت و بهشت هیچ چیز نیست به جز مرگ. همین که مرد وارد چه هم میشه؟ جنت.